خدایی که صدای آقازاده رو میشنوه و ماشین 5 میلیاردی 20 میلیاردی میندازه زیر پاش بدون که زحمتی بکشه میشنوه، ولی صدای اون کولبر بچه 13 ساله که تیر مستقیم میره میشینه وسط قلبشو نمیشنوه. خدا نیست، خدایی کردن بلد نیست. خداوند عادل و حکیمه. اما اگه خداوند عادله، چرا بعضیا تو فقر زندگی میکنن؟ این بی‌عدالتی نیست؟ خداوند فقر رو نیافریده، انسان ها که فقر رو ایجاد کردن. تو قرآن اومده خداوند کسی است که هر آنچه در زمین است همه را برای شما آفرید. این یعنی منابع دنیا برای همه انسان هاست. اما این ما انسان هاییم که با احتکار، ظلم، طمع، بی‌تفاوتی و بی‌عدالتی باعث میشیم بعضیا فقیر بمونن. پس فقر نتیجه سوء استفاده بشر از منابع الهیه، نه ناعدالتی خدا. اسلام به شدت به انفاق، صدقه، زکات و رسیدگی به فقرا تاکید داره. تو قرآن اومده که و در اموالشان حقی برای نیازمند و محروم است. گاهی فقر یه امتحانه. برای فقیر امتحان صبر و برای ثروتمند امتحان بخشش. ولی این به معنای توجیه ظلم نیست. خداوند از ظالم دفاع نمی‌کنه. کسی که باعث فقر دیگرانه مورد بازخواست خدا قرار میگیره. فقر نتیجه ظلم، بی‌عدالتی و کوتاهی انسان‌های، نه نشانه بی‌عدالتی خداوند. خداوند منابع کافی روی زمین قرار داده، اما اگه ما انسان‌ها نابرابر تقسیمش می‌کنیم، نباید تقصیر را گردن خدا بندازیم.